کراس اوور اسم حرکتیه که الان دارید میبینید و توی این پست قرار قدم اول برای یادگیری این حرکت رو با هم یاد بگیریم. برای انجام دادن این حرکت ابتدا روبروی میله وای میستیم، میله رو میگیریم، نگاه به سمت روبرو و پاها موازی هم. پای راست رو یک مقدار میاریم جلو، بلند میکنیم و در کنار پای چپ قرار میدیم. پای چپ رو از پشت بلند میکنیم و دوباره سر جای اولش قرار میدیم. به پای چپ هم دقت کنید که حین انجام دادن این حرکت روی لبه خارجی قرار میگیره. موقع انجام دادن این حرکت پای راست نباید خم بشه، چه به سمت چپ چه به سمت راست، و این چیزی که الان دارید توی فیلم میبینید کاملا اشتباهه. این حرکت رو باید ابتدا کنار میله کاملا مسلط بشید تا جایی که بتونید بدون کمک گرفتن از دستاتون به راحتی اون رو انجام بدید. بعد از اون توی پست‌های بعدی به سراغ ادامه مراحل یادگیری کراس اوور میریم. این پست رو حتما سیو کنید و اگر سوالی داشتید توی کامنت ها از من بپرسید.